از نظر پرنسیپ در ارتباط آنکه چه نوع نظامی رو من شایسته ایران میدانم اصولا معتقد هستم و فکر کنم با تجربه 32 سال کاملا مشخص شده برای همیهنانمون که حکومت مذهبی در تضاد قرار میگیره با اساس برابری و آزادی و دموکراسی. این ارتباطی به خود مذهب نداره. مذهب جای خودش رو در تمام جوامع آزاد جهان امروز داره. ما اتفاقا فکر می‌کنیم که بخشی از گرفتاری این هستش که لطمه حکومت مذهبی لطمه زدن به خود مذهب هم بوده، کما اینکه همین اتفاق هم در ایران رخ داده. بنابراین من آینده ایران رو در قالب یک نظام سکولار می‌بینم. سکولار به مفهوم جدایی مشخص و کامل دین از حکومت، و در گروی این هستش که ما خواهیم تونست به یک حکومت دموکراتیک و به حقوق بشر برسیم که مذهب جای خودش هم میتونه داشته باشه. و باز تاکید میکنم که به دید من یک دیدگاه سکولار به هیچ مفهوم ضدیت با دین رو نداره و برعکس حتی به خاطر حفظ حرمت دین و نهادهای دینی است که من این حرف رو میزنم و این باور رو دارم.